ولادیمیر لنین توانست که یک امپریای یکپارچه را در دنیای معاصر به وجود آورد. ولادیمیر ایلیچ لنین سال 1870 در سیبیرسک چشم به عالم هستی گشوده است. مادر لنین ماریا از خاندان ثروتمند یهودی بود. سطح سوادناکی در خاندان لنین خیلی بلند بود. لنین یک برادر بزرگ داشت با نام الکساندر. الکساندر برادر لنین بیشتر به فیزیکا یعنی به این علم شوق و رغبت زیادی داشت. او برای تقویت علمش به شهر سنت پتربورگ می رود. برادر ولادیمیر ایلیچ لنین الکساندر برای مخالفتش با سیاست‌های زمان در زمان حکمرانی الکساندر سی در سن 21 سالگیش به قتل رسانیده می شود. لنین بیشتر وقت خود را به کتابخوانی می گذرانید. سال 1894 نیکولای دو در روسیه به سر قدرت آمد. او چندین اصلاحات ها گذرانید ولی همان روسیه از کشورهای غرب خیلی خفا مانده بود. سال 1891 روسیه را قحطی فرا گرفت. از روی بعضی از منبع‌ها در این بحران در این قحطی 5 میلیون نفر جان خود را از دست دادند. ولی این قحطی به خاندان لنین یگان تاثیر عمیقی نگذاشت. لنین عقیده های کارل مارکس را بیشتر می خواند و با گروهی که با این عقیده گرویده بودند پیوست. این عقیده های لنین که مقابل حکومت رومانوف ها بود، او در سن 26 سالگیش به زندان افتاد. در زمان در زندان بودنش لنین یگان عذاب سختی نکشید. همین طور 14 ماه او در زندان بود. بعد این آزادی 3 سال دیگر به سیبیر تبعیدش کردند. دوست داشته لنین دختری بود با نام کروپسکایا. زندگی آنها در تبعید آغاز گردیده بود. لنین 30 ساله بود که تبعیدش به پایان رسید. بعد از این او با همسرش به آلمان سفر نمود. روزنامه های انقلابی لنین در همان آلمان به چاپ می رسید. او را یگان خوف تهدید هم نمی کرد. به مثل لنین یک انقلابی دیگر هم بود، البته استالین. انقلاب لنین مسیر طولانی و سختی را طی کرده بود. بعدها طرفداران لنین به خود نام بلشویک را کسب کردند. سال 1905 یک راهنمایی و یا یک راهپیمایی در سنت پتربورگ برگزار شد. مردم طلب می کردند که شرایط بهتری داشته باشند، ولی نیکولای دو فرمان تیرباران آنها را صادر نمود. این روز در تاریخ با نام یکشنبه خونین معلوم و مشهور است. این خبر به گوش لنین رسید. لنین از خرسندی در کرتش نمی گنجید. این باعث گردید که لنین از خارجه به روسیه برگردد. چندی بعد
از تبلیغات‌های خود لنین از روسیه باز به خارجه رفت. همین طور جنگ یکم جهانی در سال 1914 آغاز گردید. جنگ یکم جهانی عقیده های لنینی و بحران در روسیه باعث انقلاب ها در سال 1917 در این کشور پهناور گردید. در نهایت لنین ماه اکتبر سال 1917 از خارجه آمد و حاکمیت موقتی را در روسیه برهم داد و خود روسیه را به دست گرفت. از همان وقتی که لنین به سر قدرت آمد اصلاحات ها گذرانید. در زمان حکمرانی لنین 5 سال جنگ شهروندی بود. لنین توانست که سال 1922 اتحاد شوروی را تأسیس دهد. در نهایت او در سن 54 سالگی در سال 1924 از عالم چشم پوشید. جنازه لنین را مومیایی کردند. لنین توانست که به اتحاد شوروی امنیت بیارد و اصلاحات های موفقانه کند.